وقوع دومین ماه گرفتگی کامل سال، آسمان افغانستان زیر سایه مهتاب. امشب آسمان افغانستان شاهد وقوع یک ماه گرفتگی کامل خسوف است، پدیده نادر و تماشایی که مهتاب را به طور کامل در سایه زمین فرو برده است. به گزارش اداره فضایی ایالات متحده، ناسا این خسوف تا بامداد روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و در آسمان بخش‌های وسیع از آسیا، افریقا، اروپا و استرالیا قابل مشاهده است. در کابل شماری از شهروندان با حضور در کوچه و پس کوچه ها به تماشای این پدیده کم نظیر ایستادند و صدای شعار الله اکبر در بخش های از پایتخت طنین انداز شده است. این دومین ماه گرفتگی کامل در سال جاری میلادی است که طی آن زمین به طور مستقیم میان خورشید و ماه قرار گرفته و سایه‌اش ماه را به کلی پوشانده است.